همداران عزیز سلام علیکم. امروز هفتم ایون سال 2025 می باشد. قرار داریم در دهه چهارباغ در زادگاه من در زمین از اولگی برادرم که این رو من امسال به نهالستان مبدل کردم و این نهال های میبینید در پس من در گرد اطراف من همش نهال انگور می باشد. از امسال من قلمچه کردم و از 100% قلمچه من 60%ش گرفت و یک 40%ش نگرفت و خدا با شکر که من درست کردم. زمین رو کار کردم، آب موندیم، زمین رو پارو زدم و نهال های خیلی بهترین رو هم گرفتیم. من نهال همین سالا رو بینید که قدش علاقه 80 سانتی متر 80 سانتی متر 40 30 سانتی متر، این 40 30 سانتی مترش بگم تا آخر سال میشه که 1 متر. خلاصه که من امسال همین انگورها رو 50 60 سانتی متری باید شده قد انگشت مایده غوص شود یا که قد قلم غوصتر و فروش بروردم. در اینجا آواتر است، مانیکور فینگر است، یک 5 6 نمود انگور است. انگورهای کم یافتش کم است. آواتر بسیار است، مانیکور فینگر بسیار است. من خدا خواهد من هم کلی بینید من امسال یکم سال بود که من همین بسیار هم خیلی کردم و همین طور کردم. من واسه تلفن رو گرفته یک نوار کردم، خودم نشان دادم به شما. جسانت کردی؟ من این نهالستان من نهال های انگور خدا خواهد درازیش رو من 1 متر کنم و با شما پیشنهاد کنم. تخمیناً امسال قیمت نمی شود. امسال تخمیناً 50 سومانی ممکن نهال انگور رو نرخ مانیم. من حاضر پیشکی با انق نمیگویم، تخمیناً گفتشتم. اینش باشد یک 300 دانه انگوری علاقه 2 ساله است، قدش 1.5 2 متر است. این باشد علاقه ارالش شدگی، نوهایش ارالش شدگی. این رو هم نیز به فروش میبریم. این هم نوهای بهترینی محلی است همش. این هم من هم دیاران عزیز، اگر این مهنتی من به کسی معقول شدگی باشد یک لایک مونید، پدلیت کنید، پدپیست کنید، در پناه خدا باشید. کدام انگور گرفتنی است پیشکی زنگ زند، اگر پیش پرداخت کند ارزان کرده میتیم، بعد بسیار گیرد، اگر کم گیرد بعد زمستان میگیرد. این حوزه پول درکاری است، اگر کدامی مصلحت کند بسیار گیرد، اگر ممکن است با ما مصلحت میکنیم ارزان میکنیم. در پناه خدا باشید.